7 طایفه بوده است، 7 گروه بوده است، 7 گونه مردم بوده است که خداوند در روز قیامت به این 7 گروه نظر رحمت نمی کند. یعنی از رحمت خداوند این 7 گروه دور هستند، اینها را اصلا پاک هم نمی سازد و بازم این خداوند اینها را وارد دوزخ، وارد عذاب قرار می دهد. این 7 طایفه بی نصیب، 7 طایفه که از رحمت خدا دور هستند، اینها کیا بودند؟ و شما دوی اونها را فهمانده دادم که یکی الفاعل و المفعول و دیگر و ناکح بیدی بود. کسانی که دو مردی که با یکدیگر یک جایه می شوند، دو مردی که با یکدیگر می رسند، بچه بازی می کنند. و دوم آن مردهایی که با دست خود حرام می کنند. اینها کسانی بودند که از رحمت خداوند ناامید هستند، از رحمت خدا دور هستند. و سوم این کیست؟ دوام موضوع ما و شما. و ناکح البهیمه، پیغمبر خدا گفتند کدام مردی که با حیوان برسد، اگر کدام مردی که با حیوان میرسد، اینم از همین 7 طایفه که از رحمت خدا دور هستند داخل می شود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید 4 طایفه دیگر هم در لعنت خداست که اونها کیا هستند؟ اول مردی که لباس زن را می پوشد، دوم زنی که لباس مردها را می پوشد. متاسفانه امروز خواهرای ما و شما، اپه های ما و شما، همسایه های ما و شما که امروز لباس های مرد را در بر کردن و پدر او نگاه دارد، مادر او نگاه دارد، برادر او نگاه دارد. حتی چنان خدا غیرت او جوان گرفت است که حتی پرسیدن نمی تواند که این لباس در بر کردن تو ناجایز است، نادرست است. سبب پوشیدن تو سبب لعنت کردن من در روز قیامت است. من در عذاب خدا میمانم از پشت تو ای خواهری که این لباس مردانه در بر کردی. دوم این بوده است. سوم کسانی که پیغمبر خدا گفتند بچه بازی میکنند. چهارم طایفه‌اش کسانی که با حیوان ها میرسد، اینها هم در لعنت خدا گرفتار هستند. چهارم این کیست؟ و ناکح المرأة من دبورها، پیغمبر خدا گفتند چهارم طایفه‌ای که در لعنت خدا گرفتارند آن جوانهایی هستند که از موضع حاصل زنها استفاده نمیبرند، از موضع تولد استفاده نمیبرند، من دبورها، بلکه از عکس او استفاده میبرند. موضع هایی که برای مرد حلال است استفاده او فقط موضع تولد است، غیر موضع تولد دیگر برای مرد حرام است، دیگر مکانهای زن. از این خاطر من به شما آگاه کردم که امروز شما پیرو مردم غرب نشوید. اونها کافر هستند، اونها روسیا هستند، اونها دوزخی هستند، اونها دشمنی اشدی شما هستند. شما پیرو اونها نشوید، نه در لباسشان. اونها اخلاقی چی دارند؟ اخلاق اسلام پیش است. اونها تمیزی چی دارند؟ الحمدلله که امروز قرآن ما و شما چه برنامه های نیک دارد. کتاب داریم که از همه کتاب های دنیا بهتر است. پیغمبر داریم که در همه ساحه زندگی ما و شما برای ما و شما خبر داده است. اینه باید ما و شما تعلیم اینها را برای خود وظیفه کنیم، نه اخلاق این مردم غرب. رسول اکرم گفته ایستاده است 7 طایفه که از رحمت خدا ناامید هستند، دور هستند، اونها را خدا پاکیزه نمیگرداند، بازم این وارد عذابشان میکند. اون جوانی هست که در دیگر موضع های زن، از دیگر موضع های زن استفاده میبرند. حتی رسول اکرم میگوید در دیگر حدیث من اتی حائزا
او امرأة من دبورها او کاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی الله علیه و سلم. کسی که اگر زن در حالت حیض، در حالتی که کسل 3 روزه است یا از او زیادتر است، یعنی خون می‌بیند، اگر کدام مردی که در حالت حایض بودن زن با زن نزدیک می‌شود یا کسی که با غیر موضع تولد در دیگر موضع های زن استفاده می‌برد، فقط کفر بما انزل علی محمد، با خدا قسم که وی به قرآن کافر است. پیغمبر میگوید که با تحقیق کافر است با آن کتابی که بر محمد نازل شده است. این کتاب چی است؟ این قرآن کریم است. با این کتاب کافر است جوانی که زن در حالت حیضش یا زن در غیر موضع حاصلش با او خانه‌داری میکنه. حتی در این حدیث کلمه کاهن هم استفاده کردیم که این لفظ پیغمبری ما و شما. او کاهنن، اگر زنی که نزد جادوگر می رود ویم کافر است، گفت پیغمبری خدا. امروز این مصیبت هم بالای زنهای تمام مردم تاجیک آمدگی هست. در ما و شما میگویند که فلان مرد ملاگی کردن، لیکن این کلمه غلط است، این لفظ صحیح نیست، بلکه ملاگی دیگر است، جادوگری دیگر است. باید گفت که باید جادوگری کردن، نه ملاگی کردن.